با افتخار سنه‌های بزرگداشت ملت مخصوصاً 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توس بنیاد و ساخت و ساز 347 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده بود. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توس باز نقشه چاره‌بینی‌های ایلوگی طرحریزی کرده تعداد چونی بنا و انشاءات را به 365 عدد خواهند رسانید. با جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توس 367 عدد انشاءات را به نقشه گرفته شده است. از همینا تا همین روز 71% انشاءات را به اتمام رسیدگی. ساختمان 7 مکتب به نقشه گرفتگی. در اجواش 2 مکتب دوشانه در جماعت فخت‌آباد، در جماعت خالمعطف، در جماعت شهرک شهر توس شعبه معارف ناحیه شهر توس به نقشه گرفته شدگی. انشاءات‌های ورزشی تا همین روز 13 تا به استفاده دادیم. و نیت داریم که تا 30 سالگی استقلالیت و 10 تا دیگر اضافه میکنیم. قبل از همه در صفت بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توس یعنی میدان اسماعیل سامانی رمزهای دولتداری از جمله نشان دولتی و پایه پرچم ملی را گذاشتند. کارهای سازندگی در میدان پرچم ملی خوب جریان داشته در کوتاه‌ترین مهلت مورد بهره برداری قرار میگیرد. باغ فرهنگ و فراغتی ناحیه شهر توس و کوچه و راهروهای مرکز شهرک به نزدیکی تجدید و از نوسازی کرده شده است. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر توس با استفاده از امکانات اقتصادی و دستگیری صاحبکاران باننگ و ناموس مرکز ناحیه را خیلی زود دیگرگون و به یک موضع تماشا تبدیل دادند. همگی 1 سال پیش از حساب وزارت معارف و علم جمهوری به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توس ساختمان 8 مؤسسه تعلیمی را آغاز کرده بودند. عملهای سازندگی در انشاءات ساحه معارف خوب جریان دارد. ساختمان‌های مکتب‌ها 7 بناهای انشاءاتی به نظر گرفته شده است. در نزدیکی به انجام رسانده می شود و همه آنها برای به انجام رساندن ساختمان آماده هستند. در 54 مؤسسه تاسیسات میانه عمومی ناحیه شهر توس تعمیر رفته ایستاده است. در مؤسسه‌های تعلیمی رقم‌های 1، رقم‌های 8، رقم‌های 54 26 تعمیر به اتمام رسیده است و همه آنها از طرف کمیته پدر مادران مبلغ‌گذاری کرده شدند. واقعا هم سالهای طولانی ناحیه شهر توس بینای مأموری شعبه معارف نداشت. وزارت معارف و علم جمهوری در ردیف بنیاد کردن 7 مکتب زمانوی همچنین با هدایت سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای شعبه معارف را برای اهل معارف ناحیه شهر توس بنیاد کرده ایستادند. بیش از 80% کارهای بنیادکاری به انجام رسیده تا گرامی داشت از صنایع خاطرمان ملت مورد بهره برداری قرار داده میشوند. در آبادانی ناحیه شهر توس صاحبکاران همت بلند ناحیه سهمی سزاوار میگذارند. بنیاد حمام، تویخانه، تالار بالا پوشیده ورزشی از حساب صاحبکاران به نقشه گرفته شده است. طور معلوم شد تنها در همین مجموعه خدمترسانی بیشتر از 30 جای کار نو تأسیس داده می شود. به همین مانند انشاءات جشنی در دهات آبشاران قامت افروخته است. اینجا نیز صاحبکار ناحیه شهر توس فرهاد ستارов ورزشگاه زمانوی، قهوه‌خانه، تویخانه و دیگر نقطه‌های فراغتی را بنیاد کرده است. در جماعت دهات آبشاران ناحیه شهر توس با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در مسافه قریب 2 کیلومتر چراغان‌کنی راه‌ها به انجام رسانیده شده است. در مرکز ناحیه شهرک شهر توس نیز ساخت و ساز یکچند مرکز سودا، مهمانخانه، طربخانه و دیگر انشاءات یاری رسان ادامه دارد که تا گرامی داشت از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.